السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خدمت شما عزیزان مهربان و گرانقدر. امروز ما در مکتب دقیقی بلخی در شهر کهنه کابل ناحیه اول قرار دارم و خواستیم که نظر به توان فعلی که داریم یک کمک ناچیز برای مکتب که مشکلاتش بسیار زیاد است. شما ببینید از کلکی گرفتن تا زمین و تا مخزن آب و تا شاید کلکینا و تشنابا و خب مشکلات بسیار زیاد است. ولی ما قبلا هماهنگی کردیم امرای معاون صاحب عزیز که همین کار توکل بالای متعال شروع میکنیم. چیزی را که ما انجام داده میتونیم فعلا میکنیم و شما عزیزان از زبان معاون صاحب میشنوین ضروریات بعدیشون رو ان شاء الله مفهوم میشیم. السلام علیکم و رحمت الله. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتمند ان شاء الله. تشکر از اینکه شما به مکتب ما تشریف آوردین. خداوند جل جلاله بوده در حسنات شما و کسایی که کمک میکنن الله جل جلاله در حسناتتان حساب کنه. مکتب ما البته در سایه فقیر نشین بسیار مردم فقیر اینجا زندگی میکنن. دیگه بنان از اینکه ما از شاگرداش کدام چیزی گرفتن میتونیم، مکتب بسیار وضعیتش از نظر مثلا خصوصا این جایی که ما شما قرار داریم البته مخزن آب است. مخزن آب از طرف داخل خراب است که حشرات هم خاکریزه هم داره و حشرات هم در اینجا مثلا میفته. بنان اگر که کمک شما باشه و کمک بکنی این مخزن برای ما از طرف داخل مثلا کاشیکاری شوه و از طرف بیرون هم کاشیکاری شوه. دانا خراب است، اینا هم مثلا شما بخیر اگه خواست الله باشه جور بکنید. در سایه مکتب یک اندازه مشکلات داره، اون طرف تشنابایی که مثلا از اونجا مشکلات داره و در ضمن یک تعداد مثلا پاککاری اگر در مسائل پاککاری است که بیشتر مثلا ملازمینی که ما داریم اینجا به تعداد بسیار محدود است. دو نفر البته ما از طرف از دو نفر ملازم داریم. این هم کار از این شوه دیگه مکتب یک اندازه مشکلات یک اندازه که بیشتر مشکلات داره و شما کمک شفاف هستید ان شاء الله تعالی. عزیز دوستان شما بعداً باز میبینید از زبان معلم صاحب میشنوید که چی کارهای رو ما اینجا کرده میتونیم. خب امروز تصمیم به این شد که ما معاون صاحب چی رو یعنی شیردانا رو خب دوستای عزیز قراره که میبینید شما همین تشنابارم همین جناب انجینیر صاحب ما دیگه اما مشکلاتی که داشت مشکلاتی که دایشه فکر کنم که او رو جور کرده. همینطور است معاون صاحب عزیز شما امرای کارش ببینید یک نظر شما چی است؟ مسلم شاورش است. معاون صاحب عزیز امرای کارشان شما بله درست است. خیلی سلامت باشید. دیگه چی وظیفه رو انجام دادیم امروز؟ اینمی شیدانه رو تایید کردیم بس. دوجه؟ شیدانه رو تایید کردیم اینیا رو جور کردیم. مخزن آب خیلی بریم سیز. برو سیز بیا. مقدار چند دانه شیردان تا چیز کردی تبدیل کردی؟ دو دانه را. دو دانه شیردان تبدیل. کلش به استاندارد است؟ کلش استاندارد است. و آب از کلش از کلش یعنی واش کلش واس کنه. واش کو. این سوره کامل بیست. من فکر میکنم که شیردانا به شکل اساسیش یعنی قالبک‌هایش شانده شد. الحمدلله آب میآید. خداوند رحمت کنه هر کسی که این صدقه را به عهده گرفته. ان شاء الله معاون صاحب بیاین شما هم یک دفعه ببینید نظرتون بدید که شیردان آب درست شده باشه تا مشکل نباشه. ان شاء الله به شکل اساسی هیچ مشکلی نیست. سلامت خداوند نجات بده.
شلون کاکا؟ چطوره؟ سومیه؟ خوب است؟ صحیح شده؟ سلامت باشین. میبینیم الحمدلله که از برکت شما نلای آب هم جور شد و تشنابه هم جور شد دیگه. Vas a plancha.